ریشه ها مهمترین قسمت گیاه هستند. آنها مسئول رساندن آب و مواد معدنی به گیاه ها هستند و مسئول نگه داشتن گیاهان در محل و همچنین ذخیره غذا هستند. انواع ریشه گیاهان: ریشه راست یا عمودی، ریشه پراکنده یا افشان. ریشه راست: ریشه اصلی رشد بیشتری از ریشه های فرعی دارد و در عمق زمین فرو می رود تا آب بیشتری جذب کند. یا که ریشه عمودی دارد به خشکی بسیار مقاوم هست. جهانی که ریشه راست دارد مثل لوبیا، نخود، هویج، شلغم و تربچه. ریشه افشان: ریشه فرعی رشد بیشتری از ریشه اصلی دارد. در سطح خاک پهن می شود و از آب به سطح زمین استفاده می کند. این ریشه ها به عمق خاک نفوذ نمی کنند. ریشه های افشان عمر کوتاهی دارند مثل گندم، جو، برنج، پیاز و ذره.